بعد لغو تحریم‌های اقتصادی ایران حدود 3 میلیون لیتر سوزشواری دیزلی از این کشور اسلامی به تاجیکستان صادر می شود. به اطلاع روزنامه دنیای اقتصاد، محمد قرایی، مدیر شرکت ملی بخش فرآوردهای نفتی منطقه خراسان رضوی گفته است این نخستین بار است که ایران به تاجیکستان سوزشواری دیزلی صادر می کند. به گفته قرایی، اولین کاروان حامل سوزشواری دیزلی از مسیر مرزهای زمینی استان خراسان رضوی به تاجیکستان حرکت کرده است. اسماعیل فیروز، سرپرست امور بین المللی شرکت فرآوردهای نفتی خراسان رضوی هم گفته است در میان کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان بازار بسیار مناسب برای صادرات سوزشواری دیزلی و فرآورده‌های نفتی ایران است. ایران قصد دارد پس از عراق و افغانستان تاجیکستان را به سومین مشتری سوزشواری دیزلی خود در منطقه تبدیل کند.